سلام عزیزان، بریم سراغ بررسی نحوه نقل و انتقال و جابجایی دانش آموزان بعد از قبولی در مدارس سمپاد و نمونه دولتی. نکته اولی که نوشته اینه که انتقال و جابجایی دانش آموزان در مدارس نمونه و سمپاد توی سطح شهرستان، منطقه و ناحیه در سال اول پذیرش امکان پذیر نیستش. لذا داوطلبان ضمن دقت کافی به این موضوع نسبت به انتخاب مدارس مورد نظر اقدام نمایند، مخصوصا تو شهرهای بزرگتر که میشه در واقع مدارس زیادی رو انتخاب کرد مثل تهران. خیلی مهمه که دقت کنید، حتما بعد از قبولی دسترسی کافی و از نظر حمل و نقل به اون مدرسه در واقع داشته باشید تا به مشکل نخورید. نکته بعد اینه که انتقال از مدارس سمپاد یا نمونه از یک شهر یا منطقه و ناحیه به یک شهر منطقه ناحیه دیگه در صورت امکان پذیره که شما حداقل امتیاز لازم برای مدرسه رو داشته باشی. مثلا فرض کن آخرین نفر توی اون مدرسه با تراز 40,000 قبول شده، پایین ترین نمره 40,000 بوده، شما حداقل اون امتیاز 40,000 رو باید داشته باشی تا بتونی به اون مدرسه در واقع منتقل بشه. و اون مدرسه باید ظرفیت خالی هم داشته باشه که نیاز باز به موافقت اداره کل آموزش پرورشتون هستش. نوشته حداکثر تا 1 ماه قبل از شروع امتحانات پایان نوبت دوم. من یادمه حالا نوبت دوم از خرداد شروع میشه امتحانش دیگه، 1 ماه قبلش میشه تا آخر فروردین. در واقع من یادم خودم در واقع همینطوری جابجا شدم، من از یک شهر به شهر دیگه مدرسه‌ام رو جابجا کردم، همین بحث رو اونجا مطرح میکردم، میگفتن که شما تا آخر فروردین برای این بحث در واقع مهلت دارید. بعد انتقال بیش از 1 بار در طول سال هم ممنوع هستش، یعنی فقط 1 بار میتونید جابجا بشید. در خصوص بحث نمونه دولتی هم باز همین بحث تیسوشان مطرحه. و نکته دیگه بله باز همونه، مباحث خاصی نیستش. و حالا اگه دانش آموزی که میخواد منتقل بشه توی مدرسه سمپاد حداقل امتیاز اون مدرسه رو، یعنی پایین ترین ترازی که تو مدرسه قبول شدن رو نتونه به دست بیاره، در صورت ضرورت جابجایی میتونه در واقع به صورت به نظر مهمان باید باشه. بله میتونه تو یکی از کلاس‌های اون درس به صورت مهمان شرکت کنه، ولی با صدور مدرک تحصیلیش مربوط به مدرسه مبدأ هستش، مدرسه‌ای که اول اونجا قبول شده بود. یعنی تو مدرسه مقصد فقط به عنوان مهمان میره تو کلاساش شرکت میکنه، اگه لازم باشه که ضروری باشه در واقع رفتنش به اون مدرسه و حداقل امتیازم نداشته باشه. خب و دانش آموزان سمپادی در هر دوره تحصیلی فقط 1 بار میتونن از این شرط مهمان شدن در واقع استفاده کنند.